آنجا که دین ماست آنجا وطن ماست. این ملک ماست که ملک خدای ماست. الاحتلال لم يحتمل مسيرات. نظامیان اشغالگر حضور گسترده فلسطینیان در روز قدس در مسجد الاقصی را تحمل نکردند و این چنین به نمازگزاران یورش بردند. نمازگزاران بی‌دفاع با بدنهای خود و بطریهای آب و سنگ در برابر گلوله‌های نظامیان ایستادند. المصلين العزل. بعد از اینکه نمازگزاران نماز مغرب رو به پایان رسوندند، نظامیان صهیونیست با گاز اشک‌آور و گاز سمی به مسجد الاقصی حمله کردند تا نمازگزاران را متفرق کنند. اونا از جمع شدن ما تو روز جهانی قدس به وحشت افتاده بودند. انطلقت المواجهات من درگیری‌ها از منطقه باب‌السلسله آغاز شد. تعدادی از نظامیان اشغالگر هم زخمی شدند. سالهاست که شهر قدس شاهد چنین درگیری‌های شدیدی نبودند. صهیونیست‌ها همچنین نمازگزاران داخل مسجد الاقصی را محاصره کرده و به آنان گلوله‌های ساچمه‌ای و گاز اشک‌آور شلیک کردند. زنان و کودکان زیادی در داخل مسجد حضور داشتند. ده‌ها نظامی صهیونیست به ما حمله کردند. زنان و کودکان را در محاصره قرار دادند. اشغالگران مقدسات و ارزش‌ها را نمی‌فهمند و به آن احترام نمی‌گذارند. نظامیان صهیونیست در مقدس‌ترین شب‌های مسلمانان به نمازگزارانی که در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان یعنی روز جهانی قدس در حال اقامه نماز بودند حمله کردند. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم و بعد از او صحابه کرام این جهان به دو بخش تقسیم کرده بودند: دار اسلام و دار کفر. که داری بود نقشه دو بخش داشت کل دنیا. یکی دار اسلام بود، یک خلیفه داشت، خلافت اسلامی بود. شما تاریخ اسلام بخوانین تا چه وقت مسلمان ها عزت داشتن؟ خلفای راشدین، خلافت راشده. این هم 4 خلیفه نبود، 5 تا بود. حسن رضی الله تعالی عنه از خلفای راشدین خلیفه پنجمش است که 40 سال پوره میکنه. 6 ماه این هم دمی 40 سال است. بعد از او خلافت اموی ها هست، بعد از او خلافت عباسی هاست و بعد از او خلافت عثمانی هست. در اسنای که مسلمان ها اینمی 4 خلافت تعیین کردن، عزتی که مسلمان ها داشتن، مسلمان ها در طب اول نمره بودن. شما تمدن اسلام بخوانین، اسلامیک سیویلیزیشن، کتاب تاریخ تمدن اسلام و عرب، گوستاو لوبون فرانسوی نوشته کرده. ببینید که یک کافر چه قسم اعتراف میکنه غیر مسلمان. مسلمان ها چندین قرن در تمام ساحات، در عقیده، در عبادت، در تقوا، در طب، در فیزیک، در ساینس، در تکنولوژی اول نمره بودن. این نقشه سیاسی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما و شما ترسیم کرده بودن و این خلفا این دوام میدادن، در اونجا ویزش چی بود؟ چی ویزه داشتن؟ ویزشان لا اله الا الله محمد رسول الله. آنجا که دین ماست آنجا وطن ماست. به اساس نقشه‌ای که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم تعیین کرده، مکه مکرمه وطن ما و توست، مدینه منوره وطن ما و توست، قدس وطن ما و توست، جهان اسلام کلش وطن ما و توست. تا روزی که مسلمان ها اموت عقیده داشتن، قدس به دست مسلمان ها بود. وقتی که خلافت اسلامی سقوط کرد، قدس به دست یهود افتاد. أيها
المسلمون. قاعده پیشان است که تا چه وقت قدس در دست یهود است؟ تا زمانی که مسلمان ها متعصب هستند و تا وقتی که نشنالیسم مسلمان ها زنده هست. ما از کوههای بلندیم، با ما پسی نمیزیبند. قدس در دست کی است؟ در دست یهود است. يدعوكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيس ما لكم تلبسون. روز خطا میخورم که این مسلمان ها صف واحد شوند و این قوم پرستی رو ترک بکنند. اگر خداوند 1000 بار جان ما بگیرد و 1000 بار با ایسری نو زندم کنه، ای خداوند التجا میکنیم که با تاجیکم خلق کنه، با تاجیکم خلق کنه، ای ملتی شما خلق کنه. میفهمیم، خوب صحیح میفهمیم که کسی که متعصب است و کسی که نشنالیست است و کسی که قوم پرست است او مسلمان نیست. چرا؟ و ما را افغان میگن، ما افغان نیستیم، ما تاجیک هستیم. ما را افغان نگوین برادرای تاجیک، ما را افغان نگین، ما را بیگانه نگین. ما برادرای شما هستیم، ما یک خانواده هستیم، ما یک ملت بزرگ هستیم. به خاطر که آیت قرآن میگه که انما المؤمنون اخوه، این قبول نداره تاجیک، میگه انما تاجیکون اخوه، به ضد آیت قرآن عمل میکنه ولی امیر نمیفهمه و به می شکل هزاره و ازبک و دیگه اقوام. تا وقتی که از این قوم پرستی خدا خلاص نکنیم و فکر و اندیشی خدا مطابق قرآن عیار نسازیم. افتؤمنون ببعض الکتاب، وقتی که قرآن میگه اقیموا الصلاة باز میگه درست است نماز میخوام، وقتی که میگه آتوا الزکات درست است من زکات میدم، اما وقتی که میگه انما المؤمنون اخوه میگی آیت قرآن ما قبول ندارم. نه، من وطندارم، قوم و کفر اینمی مردم های قوم پرست سبب دوام قدس در دست صهیونیست است. أيها المسلمون